از اونجایی که دیگه اونو تو خوابت هم میبینی همه چیز کاملا واضح و شفاف. چی واضح و شفافه برجو؟ عاشق شدی دختر. چرت و پرت نگو. خب میگی همدیگه رو بوسیدی؟ داد بزن همه بشنون، تو اینترنت هم پخش کن. دختر دارم بهت میگم ما فقط دوستیم. دوستا تو خواب همدیگه رو نمیبوسن، فهمیدی دختر؟ همه چیز رسما داره داد میزنه که تو عاشق شدی، عاشق آیاز. آره در ضمن ما همدیگه رو نبوسیدیم. اما نزدیک بود ببوسین همدیگه رو. خب نزدیک بود برجو. بیدار شدم تموم شد رفت. ما فقط دوستیم. من از اینجور آدمو زیاد دیدم دختر، یعنی به این حرفا عادت دارم. خب نگران نباش. هم از قدیم گفتن خواب بزن چپه. ببین اونش اصلا معلوم نیست. دیشب به من زنگ زده بود ولی من بهش زنگ نزدم. حالا که دوستین چرا دوباره بهش زنگ نزدی ها؟ همینطوری. ای تو هم عجیب غریب شدی برای خودت. پس من به دوستم یه زنگ بزنم. خیلی خوب باشه، برو به دوستت زنگ بزن. بودو. امسال 2 هتل مختلف رو براتون طراحی میکنیم. حتی یکی رو تا یه جاهای آماده کردم اگه تایید کنید. در مورد جزئیاتش بعدا صحبت میکنیم. الان پرونده رو بررسی کنیم. ببخشید. داره زنگ میخوره. خب داره زنگ میخوره. داره زنگ میخوره. جوابمو نداد. خب کجا بودین؟ آها، میتونیم از قسمت فضای ثبت شروع کنیم. میگه اگه پیام دارید بذارید. خب تو مگه پیام داری؟ نه دختر تو رسما دست و پاتو گم کردی، تو عاشق این پسره شدی. برجو من و آیاز با هم دوستیم، چرا نمیخوای اینو باور کنی؟ نمیتونیم جز دوست چیز دیگه ای باشیم. ته تهش رفیق صمیمی بشیم، به غیر از اون دیگه هیچی. خب قطع کن اون گوشی. مسخره. ساعت چنده؟ واقعا نگران نباش بازم دیرت نشد. البته متوجهم اون چیزی که شما میگی متفاوته و برای اون باید جداگونه کار کرد. آقا آیاز، اگه بخوام رک صحبت کنم، ما انتظار داشتیم آقا مته همینجا بود، چون دفعه قبل خیلی متفاوت برامون توضیح داد و گفتن قراره اینو با هم دیگه پیش ببریم. ما راستش به خاطر همین امروز اومدیم. اوف. تو امروز کجا میری؟ معلوم شد میخوای کجا بری. باشه. یه چیزی میخوام بپرسم. به نظرت امره چجور آدمی؟ آدم بدیه، باش رابطه نداشته باش. اوف مسخره نکن دیگه. واقعا میگم، چون اصلا حرف نمیزنه و همش من حرف میزنم. والا من اصلا تعجب نکردم برجو، احتمالا وقت نمیدی بچه حرف بزنه. خب کجا داری میری الان؟ من هنوز کارم تموم نشده که. اگه غیبت کردن ادامه بدیم کار من تمومه دیگه، دیرم میشه. خب تو کاراتو بکن، بعدش هم حاضر شو برو. و من چی کار کنم آخه؟ چی کار کنم؟ بهت دارم میگم هیچی برای من تعریف نمی کنی. سوال بپرس. اگه بپیچونه چی؟ دوباره بپرس. میبینمت. زود باش دیگه شری. از سر کار بود؟ آیازه. خب جواب بده دیگه پسرم، شاید مهم باشه. خودش حلش میکنه. آقا آیاز همه چی رو حل میکنه. تو چرا امروز نرفتی سر کار پسرم؟ از خودم مرخصی گرفتم بابا. اونم دستش درد نکنه. دارم استراحت میکنم.
مته، هم. من چند شب پیش شاهد یه چیزی بودم. یعنی زیاد مهم نیست ولی چی شده بابا؟ شیما. شیما چی شده؟ چیزی نشده پسرم، آروم باش. خب بگو دیگه چی شده؟ فکر میکنم باید بدونی. بگو بابا. با یکی به اسم رضا تلفنی حرف میزد. یعنی من اون شب میخواستم برم کنار استخر کتاب بخونم و یهو شنیدم. تو رو دید؟ فکر نمیکنم. خب گفت به من زنگ نزن. ما یه ماه از هم جدا شدیم و تموم شد. 1 ماه؟ یعنی تو 1 ماه قبل بود؟ خیلی هم صحبت نکردن و شما هم دیشب اینجا درد و دل میکردین و منم فکر کردم که یعنی وقتی که ما با هم بودیم این دوتا با هم بودن. شاید یه علتی داشته باشه. شاید من اشتباه شنیده باشم. تو چیزی بهش نگو. خیلی خوب شد که گفتی. خیلی ممنون. هیچ مشکلی نیست. به هیچ وجه نگران نباش. باشه اگه تو اینطور میگی. چه خوشگله. ها؟ اولجای خدا ازت نگذره دختر، ذره ترک شدم. چطوری؟ نه که برات مهمه. معذرت میخوام. معذرت هایتون رد شد. ببین برای چی خریدم. فکر کردی با یه جعبه شکلات میبخشمت؟ آره. خیلی اشتباه کردی. اونا کاراملیه؟ اونم چه کاراملی. خیلی کار زشتی کرد. آی میدونم خیلی معذرت میخوام اما یه لحظه خودمو گم کردم. از دست اویکو عصبانی شدم سر تو خالی خدا کرد. رو شکر کن خوشمزه است وگرنه نمیبخشیدم. یعنی الان بخشیدی. اگه با آقا مته هم حرف میزدیم خوب میشد. بالاخره شما شریکید. اگه قراره این کار رو انجام بدیم ایشونم باید باشه. بله باهاتون موافقم. تو کوتاه‌ترین زمان یه جلسه دیگه ترتیب میدیم. ما همیشه نمیایم استانبول. باید دید که چی میشه. متوجه. روز بخیر آقا آیاز. روز بخیر. به امید دیدار. یه پیام صوتی داریم؟ یه پیام صوتی داریم. برجو من و آیاز با هم دوستیم. چرا نمیخوای باور کنی؟ ما نمیتونیم جز دوست چیز دیگه ای باشیم. ته تهش رفیق صمیمی بشیم. به غیر از اون دیگه هیچی. این فاصله رو یکم دیگه هم به هم نزدیک میکنیم باشه؟ خوبه. دوست جون جونی تمومه. صبح بخیر. صبح بخیر. میدونم دوست نداری اینجا صحبت کنی ولی نگران شدم. مسئله رضا چی شد؟ تونستیم با مته حرف بزنی؟ حرف زدیم جونم. خیلی خوبیم. نگران نباش. ببین بهت گفته بودم چیزی نیست که بخوای ازش بترسی. ولی خیلی اتفاقی تلخم افتاد. مته و آیاز قهر کردن. جدی میگی؟ آیاز دیشب بهم زنگ زده. احتمالا واسه اون بوده. آره حتما واسه اونه.
صبح بخیر عزلم خانم. خوش اومدین عزلم خانم. صبح بخیر. خوش اومدین ملکه من. اولجای اویکو. مدل اومدن؟ بله ملکه من. باشه. به عکاس و گروهش تو میرسی، به مدل هم تو میرسی. از خارج 2 مدل میان، یه دختر یه پسر، واسه عکاسی اونا تو رو میبرن. جزئیاتشو از اسرا میگیری. باشه عزلم خانم. فهمیدین دیگه نه؟ عکاس و استودیو با تو، مدل هم با تو. یعنی همین دیگه، عکاسی فردا رو برنامه ریزی میکنی. اون دختره ارگانیک هم قسمت باحال کارو گرفته، کیفش هم کوکه. بله. باشه ممنونم. به هتل زنگ زدم، آدرسو گرفتم، فردا از اونجا برشون میدارم. فقط دقت کن مثل دفعه قبل تو ترافیک نمونی. نه این دفعه شخصا خودم برشون میدارم، با راننده و اینا سر کار نداریم. آفرین دختر باهوش. میبینی شیما چه فکر خوبی کرده؟ پس من برم به آیاز. من برم دانشگاه به درسام برسم. اگه چیزی شدم به من زنگ بزنین. آره عزیزم، تو برو دانشگاه، سر درس چیزی بشه بهت زنگ میزنیم. باشه پس فعلا بای. اولجای، ببینم این مدل‌ها تو کدوم هتل میمونن؟ بفرمایین. سلام عرض شد. اومدم چرخ خیاطی رو ببرم. حتما. خیلی ممنون. روزتون بخیر. روزتون بخیر. بله. مارال من آیلام. الان با وکیل صحبت کردم. میگه سرتون رو درد نیارین. فایده نداره بخواین به اجرا بذارین چیزی رو. منم نمیخوام با دادگاه سر و کله بزنم راستش. یعنی خیلی به نظرم مسخره است. کرایه رو بدین و این مسئله هم بسته شه. منم کار و زندگی دارم سعی میکنم پول جمع کنم و تو کوتاه‌ترین مدت قرضمو بهتون میدم. نگران نباشین. باشه پس بهم خبر بدین. راستی نپرسیدین اما منم خوبم. خیلی ممنونم.
چون جایی که من بزرگ شدم هرچی هم که بشه احوال پرسی از مهمترین چیزاست. بالاخره ما دشمن که نیستیم، داریم متمدنانه با هم حرف میزنیم. منتظر خبرتونم. مامان چرخ خیاطیت کجاست؟ خراب شده عزیزم، فرستادمش تعمیرگاه. خب با تلفن با کی حرف میزدی؟ عزیزم خیلی سوال میپرسی، برو دیگه برو. مگه نمیخوای بری تمرین؟ بیا ببوسمت، بیا 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 قشنگم. عرق نکنی ها، برو مراقب باش. اینا رو چیکار کنی؟ باشه، من حلش میکنم. این قرارداد چطور؟ به زودی همه این کارا رو برنامه ریزی میکنیم. نگران نباش. میبینمتون. مته؟ چطوری؟ ببینم تو کجا و اینجا کجا؟ نپرس والا نپرس. خیلی وقت اینجا نمیام. یادم رفته بود اینجا چقدر خوشگله. آره، از کجا به کجا رسیده مگه نه؟ آدم باورش نمیشه. چند سالی که ما اینجا رو درست کردیم؟ خب والا کم 4 سالی هست. وای وای. آیاز نیست؟ آیاز کار میکنه دیگه، خیلی کار میکنه، میدونی که. همسرت چطوره؟ خوبه با بچه‌ها کیف میکنه. یکیشونو دروازه‌بان میکنیم، بزرگ که شد دون بهمون میرسه دیگه. منم دارم ازدواج میکنم، میدونی؟ جدی میگی؟ راستش اومدم راجع به اون باهات صحبت کنم الان. میخوای عروسی اینجا بگیرین؟ حتما انجامش بدین. خب هتل خودته، هر جور میخوای ازش استفاده کن. نه راستش یه موضوع دیگه است. چیزی که میخوام بگم بین خودمون بمونه. هرچی تو بخوای معلومه. چجوری میتونم بهت کمک کنم؟ راستش آیاز چطوری؟ خب من دیشب خواب مونده بودم، واسه همین ندیدم زنگ زدی. اگه اومدی متر رو ببینی نیست، امروز نیومده. نه من نگران تو بودم. یعنی خب نگران مته هم بودم، ولی شما دعوا کردین؟ آی کجا، من زیاد نمیخوام در این مورد حرف بزنم. یعنی چی؟ نمیخوای با من در میون بذاریش؟ خب یکم بحث کردیم دیگه، بعدش هم که همه چیزو میدونم. نه همه چیزو نمیدونم. یعنی میدونم که مسئله رضا صحبت شده، مته هم از اون جریان عصبانی نشده، ولی شما بحثتون شده. خب همین دیگه، چیز دیگه ای نشده که. خواهش میکنم آیاز، من اومدم اینجا که حال تو رو بهتر کنم. بعدش هم مگه ما دوست نیستیم؟ دوست چه حرفی؟ ما رفیقیم مگه نه؟ معلومه که رفیقیم. پس امروز این رفیقا یکم بگردیم، نظرت چیه؟ خب کارم هم تموم شده بود، تو هم دقیقا به موقع اومدی. ها؟ با هم بریم یه روز خوب بسازیم. راستش من باید برم سر کار. چیزی نمیشه، من با مامانم صحبت میکنم. باشه، ولی کجا میریم؟ هر کاری که 2 تا رفیق میکنن و ما هم میکنیم. من میرم لباسمو عوض کنم، تو هم همینجا صبر کن، الان میام. خب خلاصه که من به این رزرواسیونه آقا رضا احتیاج دارم. اول ورود و خروجشون رو کنترل میکنم، بعدش هم دوربینای مدار بسته رو نگاه میکنیم ببینیم با کی اومده، چی کار کرده. درسته؟ خب مته این چیز قانونی نیست. میدونم یوسف، منم میدونم، ولی باور کن خیلی مهمه. به کمکت احتیاج دارم. لطفاً. آی من امکان نداره اینجا بشینم. بعدش هم آدم مگه رفیق دخترشو میاره قهوه خونه؟ یعنی چی؟ توقع داشتی بریم مانیکور کنیم با هم؟ معلومه که میام اینجا، بعدش هم تو چه جور رفیقی هستی؟ باشه، اصلا من عاشق قهوه خونم. باشه پس بریم بشینیم.
اوستا 2 تا چای لطفا. میخوای با اینا یه دست بازی کنی؟ آره بابا، منم خیلی ورق بازی دوست دارم. آی خیلی خوشگل بود. ببین از این به بعد تو به من زنگ بزنی بگی بیا، من بدون فکر میام، یادت نره اینو. بالا منم میخوام، ولی خیلی زیاد کار میکنیم. تو هم میدونی دیگه، کار و زندگیه دیگه. میدونم واسه منم درس مرسه. پس تعطیلات که ایه؟ آی من عاشق تاب بازی هم، میدونی؟ بیا ببینم. باشه. بیا میخوای حالت بدم؟ نه باشه برای بعد. پس تو بیا منو حال بده. داری جدی میگی برجو؟ من نه، ولی کودک درونم اینو میخواد امره. بیا دیگه زود باشه اومدم. بیا. من عاشق تاب بازیم، میدونی؟ فکر میکردم هر چی دورتر برم به ماه میرسم. حتی یه روز همینجوری با دوستم تو پارک بودیم. منم خیلی دوست دارم که تاب بازی کنم. به دوستم میگفتم که تندتر هلم بده که من زودتر به آسمون برسم. اونم چیکار کنه دیگه؟ این کارو کرده. منو همینجوری هل میداد. بعدش یه جوری هلم داد که نگم برات. بعد من یه چیزی رو فراموش کرده بودم، اونم جاذبه زمین بود. بعد یه جوری افتادم که پیشونیم همینجوری باد کرد. خیلی بد بود. داستان قشنگی. خب اون روز خیلی گریه کرده بودم، ولی الان دارم با خنده تعریفش میکنم. نمیدونم چرا. آی باز من دارم همش حرف میزنم. ببینم تو اصلا داستان تاب بازی و اینجور چیزا نداری؟ نه من زیاد تاب بازی دوست ندارم. چرا خب؟ از حرکت کردن خوشم نمیاد. آی به خاطر زلزله؟ آره. ببین ببخشید، معذرت میخوام، من اونو کاملا فراموش کرده بودم. مهم نیست. منم گیر دادم به فوتبال دیگه. میدونی که توپ بازی با زدن به اون توپا همه چی رو فراموش میکنم. دیگه هم خب کاری نمیکنم. امره چرا هی داری میگی هیچ کاری نکردی؟ تو اصلا خودتو واسم تعریف نمی کنی که، یعنی چه میدونم، مثلا رنگ مورد علاقت چیه؟ غذای مورد علاقت چیه؟ از چیا خوشت میاد؟ از چیا متنفری؟ مثلا طرفدار کدوم تیم هستی؟ واقعا امره حتی نمیدونم طرفدار کدوم تیمی، چون اصلا در مورد خودت با من حرف نمیزنی. اصلا حرف نمیزنی با من. باشه، حالا که در مورد من اینقدر کنجکاوی، فردا واسه یه سورپرایز دارم. ولی من از کنجکاوی هیچی هم نمیشه. حالا هم بشین، میخوام حالت بدم. باشه؟ باشه. میخوای واسه آهنگ بخونم؟ آره خیلی خوب میشه. Yok bu gecede hiç ses, seda, sevdan delikanlı başıma oldu. Bela, bir yanım kırık, bir yanım araksak. Sana bakmadan görebilmek de güzel. Gözlerine nazır bir yaş oldum, doldu. Ertelenmiş halimi yeniden yoluna koydum. Vücudum tamamlanmış, kalbim kabataslak. Parçalandım, topla bir an evvel. Perişanım, yokla bir an evvel. آقا 8 میندازه کسی؟ اصلا 8 اومد؟ نیومد. چرا بازی رو دنبال نمی کنی خواهر من؟ اینجوری نمیشه. خب من نمیدونستم، چرا داد میزنی؟ دستو جمع کن الان میبینم. ولی خواهش میکنم دیگه. ای خدای من،
به به اینم بردیم. ای بابا تو این قهوه خونه تو الان بازیکن بدی مثل تو نیومده. دیگه خواهشن نیا تو قهوه خونه. آبرمون رفت. زن یارو شب دعات میکنه. مردم هم موندن تو قهوه خونه دلسرد میکنه. اینها اینجاست. اون واسه مشتریاش هم به اسم خودش رزرواسیون انجام میداد. اینم یکی از اوناست. حتما قرار کاریه. یکی هم 11 تیر هستش. میشه اونم ببینی؟ 11 تیر رو باز کن ببینیم. چی شده رفیق؟ زود جا زدی؟ نه بابا چه جا زدنی، ولی چه میدونم چرا مثل بقیه آدما نمیریم یه جای معمولی چای و قهوه نمیخوریم؟ آروم آروم اونجوری هم میتونیم رفیق باشیم مگه نه؟ نمیشه. میریم ایستگاه بعدی. دیگه کجا؟ بیا. وایسا الان دوربین جلو رو باز کنیم. مطمئنی مته؟ به نظرم چیزی در نمیاد. یه لحظه یکم بزنیمش جلو. وایسا. بله اومدیم مکان مورد علاقه. او ببین کی اومده. آیاز خوش اومدی. اوستالی سلام. ممنونم. چاکرم. خوش اومدی. ببین این نازنین تیکه تیکه بوده. با اوستالی گرفتیمش درستش کردیم. تموم که بشه نمیدونی عالی میشه. تموم شد ما رو میگردونی دیگه نه؟ معلومه داداش قول من قوله. تو نگران نباش. میبرم لب ساحل میگردونمت. اگه بخوای تو رو میگردونم رفیق جون. خواهیم دید عزیزم خواهیم دید. یالا بپوش. یعنی چی بپوش؟ استاد جون لباس کار اضافه داری دیگه نه؟ معلومه که دارم. برم بیارم. چه لباس کاری؟ بالاخره باید تعمیر رو شروع کنیم. اینجا جای تفریح نیست. یه دستی سرش بکشیم دیگه. چیه رفیق جون مشکلی هست؟ چی میشه مگه؟ هیچ مشکلی نداره. جلو بندیشو انجام دادن اونو کنترل کردم. خب کجا لباس عوض کنم؟ خیلی بهت میاد. به مامانم میگم مد امسال حتما باید اینجوری باشه. امسال همینجوریشم سر همین مد جونم. اگه نمیدونی یادت بدم. بیا بریم باید از کاپوت شروع کنیم. بیا
خیلی خب در کاپوتو باز کن ببینم. نه ترس نمیخورته. بازش کن. اگه یهو بیفته روم چی؟ نهایت دستت میشکنه. میگم چیزی نمیشه، بازش کن. بیا باز کن. بگیرش. خب بردار ببینم. بیا شروع کن. خانم مارا لاجار، ثبت نام وام بانکی از طرف بانک مذکور منفی اعلام شده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به شعبه‌های ما مراجعه کنید. خدای من، از مرد بودن خسته شدم. دختر بودن چه چیز خوبیه ها. تموم شد رفیق جون، بس دیگه میتونیم برگردیم؟ یه چیزی مونده. چی کار میکنیم؟ میریم زمین فوتبالی چیزی؟ فکر خوبیه ولی نه. شبا رو ویرون میکنیم. ویرون میکنیم دیگه چیه؟ تو واقعا با رفیقات اینجوری صحبت میکنی؟ آره دیگه معلومه. خب قضیه رو فهمیدم مادر، نگران نباش. مادر؟ چی شد؟ فکر کردی تو فقط بلدی؟ وای رفیق من همچین کسیه. بزن قدش. آی اوف آیاز آی دردم گرفت ها. من میرم دیگه، نمیخوام بیام. کجا میری حالا؟ نمیشه بری. مامانم نگران میشه. خب اگه بهش زنگ بزنی خبر بدیم مطمئنم نگران نمیشه. یا اگرم بخوای من زنگ میزنم. اوف آیاز اوف. جانم دخترم. مامان جون من امشب بیام خونه دیگه نه؟ چرا؟ چی شده؟ چه میدونم این آیس گیر داده بریم شب بیرون فلان، ولی من گفتم مامانم اصلا اجازه نمیده. اجازه نمیدی مگه نه مامان؟ یعنی به نظرم نباید اجازه بدی چون ما خیلی دیر برمیگردیم. ببین دخترم، من الان خیلی وقت ندارم، ولی اگه میخوای برو، فقط تلفنت روشن باشه که من نگران نشم و بهت زنگ بزنم. ولی خب مامان تلفن من مطمئنا خاموش میشه چون همش میریم جایی که آنتن نمیده. باشه میبینم دخترم، قطع میکنم فعلا.
گفت برو. مامانم واقعا من از خونه اخراج کرد. میخوای زیاد بزرگش نکن، میدونی اسم منو شنیده اطمینان کرده دیگه، واسه همینم گفت برو. مطمئنم همینطورایی از جوناره. خیلی خوب، راه بیفت بریم همون جایی که میگی. باشه حالا رفیق، چرا دعوا میکنی؟ ای بابا. دیگه بسته، زیاد موندیم، بریم دیگه. وایسا ببینم، وایسا، تازه رسیدیم به هدف بالای رفیق بازی. بالا؟ اون دیگه چیه؟ رفیقا واسه هم دیگه دوست دختر جور میکنن. چی؟ من دختر مختر نمیخوام. واسه تو نمیگم که واسه خودم میگم. من واسه تو دختر جور کنم اینجوریه؟ چرا که نه؟ نکنه حسودیت میشه. من آخه کی به تو حسودیم شده؟ اصلا جونم، مگه تو حسودی بلدی اصلا؟ حسودی نمی کنم، معلومه دیگه. پس چی دیگه؟ منو دست کم گرفتی رفیق، الان میرم واسه پلنگترین دختر رو جور میکنم. رفاقت تو جونت خدایی، جدی میگم. آی رفیق جون، تو راحت باش، راحت باش. انتخاب کن، به من نشون بده با من. دمت گرم، الان انتخاب میکنم. پسرم مریض میشی، هوا سرده. چیزی نمیشه بابا. باشه من میرم پس. باشه. دلت برام تنگ شده. خیلی.
اون چطوره؟ نه بابا خیلی توپ پره. خب این چی؟ نه بابا نگاه کن مچ پاش اندازه فیله. وای واقعا که مچ پاهاش اندازه فیله یعنی چی؟ خدا به اونی که با تو میره بیرون صبر بده. آره معلومه دوست دختر آیاز بودن به این راحتی هم نیست. هر کسی نمیتونم پس این مسئله بر بیاد. دقیقا همینطوره. یعنی دقیقا رفیق به ما ربطی نداره ولی دوست شدن با آیاز دیلچر کار هر کسی نیست. دقیقا همینه. خب کجا بودیم حالا؟ ببین یه دختر خیلی خوب واسط پیدا کردم. چطوره؟ نه بابا خیلی چوب کبریته. خودت چوب کبریتی. نه رفیق تو فرق میکنی. هی من یکی رو پیدا کردم. اون کیه؟ چطوره؟ یعنی چیزش چیه چیزش؟ اون نمیشه بابا اون نمیشه. زود باش دیگه برو حرف بزن واسم جورش کن. برو دیگه دختره رو جورش کن. یه رفاقتی بکن برام. چه خبر زنده داشت؟ زنده داشت؟ واسه اینکه عادت بشه اینو گفتم. ببینم اسمت چیه؟ اجه بیا درستش کن. چی میگی تو؟ شوخی میکنم شوخی استرس نگیر. چیزی میگم تو بیا یکم کنار ما. ببین رفیقم تو رو خیلی پسندیده. واقعا اون رفیقته؟ آها هم محله ایمه. داداش آیاز. خودش چرا نمیاد؟ اون یکم خجالتیه. تو زندگی اینقدر سختی کشیده که نپرس. خیلی بیچاره است. یه گوزن زخمیه. ای بمیرم. پس آشنا بشیم با هم. Very beautiful ها. این خیلی خوشمزه است. خیلی خوبه پاقلوی. بله خیلی خوبه. آره خیلی. بله. 1 minute. الو. شیما کجایی؟ عشقم تو شام کاریم. این وقت شب چه شام کاری؟ مت خوبی؟ شیما این غذای کاری کجاست؟ یه کافه نزدیک میدون کاواجیکه. باشه من قطع میکنم. My husband. دلار رفیقمو پسندیدی؟ خیلی پسندیدم. خیلی بانمکه.
خیلی خفنه مگه نه؟ ببین فقط این کارت با رفاقتمون جور در نمیاد. دارم خوش میگذرونم مگه چیه؟ داری چوب لا چرخم میکنی. بیا عزیزم. بخور آها تو این چی حالم به هم خورد؟ باشه. خب تو دستم زهرم باشه نمیخوای بخوری؟ نه نمیخورم. رک میگم نمیخوام. آی خیلی زوج با نمکین. زوج با نمک. زوج فهمیدم ازلان جون، زوج. ولی ما هنوز از همه پنهون میکنیم. پنهون نمی کنیم دیگه، میگیم. دیگه میگی؟ تا ما بخوایم بگیم فصل عوض میشه بلند. اونم کم شانسی بود دیگه. بگذاریم، مهم نیست. ببین فردا اینجا بچه ها رو جمع کنیم و بهشون بگیم. آی یه لحظه، شما میخواین واقعا فردا اینو به همه بگین؟ سیبل تو هم انگار دفعه اولمونه همچین تصمیمی داریم میگیریم، اینجوری خوشحال میشی. منم گفتم آقا اوجای نکن این کارو. نمیشه ولی اونم بیشتر اومد. برو تو دختره. برو. به نظر منم نمیشه. به نظر منم. ایده جون خیلی ببخشید، من یکم آیازو میدزدم. خیلی خسته شدم، بریم. بابا یکم دیگه دوام بیار. دختره رو ببین دارم جورش میکنم. داری جورش میکنی؟ تو واقعا آدم خطرناکی هستی. رفاقتمون چی شد پس؟ دیگه چه کار کنم من؟ الان داره باهات حرف میزنه دیگه. خیلی خوب آیاز، من دیگه بریدم، بیا بریم دیگه، خواهش میکنم. نه بابا واسه اجازش میشه. نمیشه اینجوریه؟ باشه آیاز، کد دانی. مسخره. فقط همین رفاقتمون کم بود. رفیق جون. احمق. فقط رفیق شدنمون کم بود. رفیق جونم. منو داشتی ول میکردی بری ها. اصلا ازت انتظار نداشتم. خب الان جلوی اجازه شد، تو چرا اومدی بیرون؟ پیش ما این دخترها رفتنیه، رفیقا موندنیه. بیا بریم یکم اونجا بشینیم. تو کسی رو دوست داری؟ ها؟ نه نه های شیطون بلا. این بهتون خوش بگذره شیما خانوم. عشقم تو اینجا چی کار میکنی؟ خب من اینجا چی کار میکنم؟ اما من چی کار میکنم؟ چی شده؟ تو برو اونور بینم. عشقم میشه بیا اینور. کی اون؟ مته چی کار داری میکنی؟ رسما آبرومو برد. تو اینجا چی کار میکنی؟ این آدم کیه شیما؟ ای وای بهت که گفتم قرار کاریه. این وقت شب مگه قرار کاری میذارن؟ شیما ببین به من دروغ نگو. در مورد کار عزلم خانومه به من گفت تو به مدل رسیدگی کن. عزلم بهت گفت این وقت شب برو با مدل خوشو بش کن؟ مته لطفا اینطوری حرف نزن، داری شبیه یکی دیگه میشی. دارم شبیه کی میشم شیما ها؟ بگو دیگه شبیه کی دارم میشم؟ نکنه شبیه رضا دارم میشم؟ مته میشه لطفا آروم باشی؟ ده میگم من نمیتونم آروم باشم. ای بابا هر دفعه سرمو میچرخونم باید به این فکر بکنم تو داری چی کار میکنی؟ تو به من اعتماد نداری ها؟ تو اول فکر کن ببین به من اعتماد داری یا اعتماد نداری.
یه ذره سرمون هوا خورده. خیلی خوب شد یه کمی از فکر و خیال در اومدیم. گرچه شب موقع خواب دوباره شروع میشه اون بحثش شده. به نظرم اصلا نیاز نیست منتظر شب بمونیم. اگه به اندازه کافی رفیق بودیم دیگه میتونیم با هم حرف بزنیم. زود باشه قضیه مته رو تعریف کن. میگم واقعا دلت میخواد گوش بدی؟ آیاز میتونی برام تعریف کنی؟ لطفاً. یعنی خیلی ناراحتم. مته نزدیکترین دوستم و اولین بار اینجوری دعوا کردیم. به نظرم من دوست دختر آدم هیچ وقت نباید موضوع دعوای ما باشه و اینم قانون اصلی رفاقته. آویزه گوشت کنم. فکر کنم من و مته این قانون رو زیر پا گذاشتیم. شیما دختریه که مته میخواد باش ازدواج کنه. به نظرم زیاد بهش فشار آوردی. نمیدونم، شایدم خیلی دخالت کردم، اما دلم نمیخواست اشتباه کنه. من نمیخوام مته رو از دست بدم. اویکو واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. سر کارم نیومد و جواب تلفنم هم نمیده. همین دیگه. بگذره، مغز تو رو هم خوردم. شرمندم، ببخشید. نه بابا، درد و دل کردیم. من برم به مامانم یه زنگ بزنم. گفتم بهش خبر میدم، زن بیچاره نگران شده. باشه. بله اویکو. مته میشه بیای دنبالم؟ چی شده، تو خوبی؟ آره خوبم. من کیف پولمو گم کردم. تو کوچه موندم. نتونستم به کسی دسترسی پیدا کنم. باشه. کجایی؟ آره باشه، اونجا رو میشناسم. یکم دیگه میام اونجا. باشه. اگه مدال رفاقت وجود داشته باشه به نظرم از همه بیشتر لایقشم. حق با توی، ازت ممنونم. یکم بهت سخت گرفتم اما تو امتحان قبول شدی دیگه. به طور رسمی رفیقم محسوب میشه الان. لطفا میشه این موضوع رفاقت رو ببندی؟ والا خودت شروع کردی. باشه خودم شروع کردم، خودمم تمومش میکنم. اویکو کیف پولمو گم کردم، تو کوچه موندم. اینطوریه؟ مته خیلی معذرت میخوام. خودت میدونی که نمیتونم دروغ بگم، ولی اونجوری از دهنم پرید. اویکو ببینید شما دوتا دوست صمیمی هستین. این قهر رو تمومش کنید، با هم حرف بزنید، آشتی کنید. یعنی چیزی بینتون نیست که با حرف زدن حل نشه. واقعا؟ چقدر همه چی آسون بوده. چقدر زندگی من بی‌ارزشه. مته اویکو ببین، اینا در حد تو نیست، فهمیدی؟ تو کارایی که به تو مربوط نمیشه دخالت نکن. مته مواظب حرف زدنت باش. تو اویکو رو حتی از قبل از من میشناسی. این چه طرز حرف زدن با اونه؟ آیاز به نظر من تو سکوت کن. من خواستم با حرف بزنم. اویکو نیت بدی نداشت و هیچ گناهی نداره. اصلا شما چرا جدا شدین؟ چقدر با هم تفاهم داریم. به نظرم سریع با هم آشتی کنیم. تو دیگه داری زیاده روی میکنی. منو راحت بذارین، فهمیدین؟ من نمیخوام حرف بزنم، درد خودم واسم کافیه. خدافظ. معذرت میخوام. تو کار اشتباهی نکردی. ناراحت نباش. اویکو مته از دست من عصبانی و حرسشو سر تو خالی کرد. تو اونم دوره سختی رو میگذرونه
یعنی زیاد خودتو به خاطر حرفاش ناراحت نکن. میدونم. من کنارتم آیکو. شب بخیر. شب تو هم بخیر. مامان. گریه کردی؟ نه، داشتم یه فیلم میدیدم تو تلویزیون. نه اون نیست. مامان چی شده میشه بگی؟ چیزی نیست عزیزم، اگه بود مگه میشه نگم؟ نه نمیگی. من تو رو میشناسم، چون نمیخوای من ناراحت بشم. زود باش، با من در میون بذار. در اصل تو به من بگو ببینم چته. هیچی درباره کاره. زود باش مامان. چیزی نیست مامان جون، حتما خوابم میاد، چشمم خون افتاده. آره هیچی نیست. باشه نگو، ولی دیگه نمیخوام تو رو اینجوری ببینم. ما قوی هستیم بدون مادر و دختر. از پس همه سختی ها برمیاییم. در ضمن اگه یه بار دیگه تو رو تو این حال ببینم انقدر میپرسم تا مغز تو بخورم. دختر عزیز من، عشق من. باشه برو بخواب دیگه. باشه. تو سالن انگار یه چیزی کمه یا چیزی زیادیه، نمیدونم، ولی انگار یه تغییری کرده. نه؟ به نظرم تو خوابت میاد. برو بگیر بخواب. به نظرم تو خوابت میاد. پاشو بریم بخوابیم. باشه اینجا رو جمع میکنم بعد میخوابم. شب بخیر مامان قشنگم. دختر خوشگلم، şab تو هم بخیر. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel yüreğinden. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. بده من دیگه. برجو اوف، سر صبح اینجوری آدمو بیدار میکنن. هنوز با این عروسک میخوابی دختر؟ یکم بزرگ شو بابا، بزرگ شو. به تو چه آخه برجو؟ به تو چه؟ تازه اینجوری سفت و محکمم بغلش کرده دیگه معلوم نیست جای کی بغل میکنی. برجو سر صبحی چی شده؟ هنوز کلاغا صبحونه‌شون رو نخوردن. خب از هیجان نتونستم بخوابم. آره خب با خودت گفتی حالا که خوابم نمیبره چرا نرم آیکو رو از خواب بیدار کنم، مگه نه؟ دختر از کجا فهمیدی؟ گوشم با توی برجو.
امره میخواد امروز منو سورپرایز کنه. خب حدس چی؟ به نظرم تو زمین فوتبال جلوی بچه ها می نویسه که تو رو دوست دارم، درست مثل اون فیلمه که با هم دیگه دیدیم. آی واقعا داری میگی ممکن همچین کاری بکنی؟ خیلی رمانتیکه. چی شده پسرم؟ برگشتی به بچگیت؟ مدام داری بازی میکنی؟ چیزه نمیخوام فکر کنم بابا. وقتی بازی نمیکنم سریع فکرم درگیر میشه. به خاطر حرفایی که من بهت زدم؟ نه یعنی آره. نه این مرحله رو یه جوری نمیتونم ردش کنم. بده من رد کنم. خیلی خنده دار بود. تو چی میخونی؟ کتاب. اوه بیشتر خنده دار شو. حسابی امروز رو فرمی. طرفای شب بریم رستوران ایلیکرینا، میریم غذا میخوریم. بریم، بالاخره باید غذا بخوریم دیگه. حالا اونم با ایلیکرینا میخوریم. یعنی به طور خلاصه از من همین بود. خلاصه؟ یه لحظه فکر کردم حرفات قرار نیست تموم بشه. آی کو نوبت تو زود باش. من و آیاز رفیق شدیم. یعنی چی رفیق شدی؟ اول رفتیم تخته بازی کردیم، بعدش رفتیم ماشین تعمیر کردیم، شبم براش یه دختر جور کردم، آخرشم داداشت اومد دعوام کرد. یه لحظه میشه درست حسابی این اتفاقاتو برام تعریف کنی؟ نمیتونم تعریف کنم، باید برم سر کار. خب حداقل مهمترین قسمتشو تعریف کن. تو گفتی داداشم چیکار کرد؟ تو الان قضیه رضا و شیما رو میدونی دیگه نه؟ آها. خب همین دیگه. آیاز رفته اینا رو به مته گفته، مته هم طرف شیما رو گرفته. بعدش آیاز و مته دعوا کردن، منم خواستم اونا رو با هم آشتی بدم. بعدش هم مته اومد و داد و بیداد کرد و رفت. اوه داداش باورم نمیشه. میدونی بعد از رابطه داداشم با شیما داداشم خیلی تغییر کرد. واقعا اعصابم به هم میریزه. اصلا نمیدونم چطور میتونه با اون دختر رابطه داشته باشه. رسما چشمش کور شده. کور. بگذاریم. خب بعدش چی شد؟ بعدش خدا رو شکر آیاز پیشم بود، ازم دفاع کرد. یعنی بازم آیاز قهرمانت شد. مسخره نکن برجو. من از اول آیاز اشتباه شناختم. اون واقعا آدم خوبیه. از نگات خوشم نمیاد. سریع عوضش کن. به هیچ وجهم حرف نزن. چه خوب شده. حتی اگه حرفم نزنم با چشمام میتونم همه چیزو بهت بفهم. این رو امرا هم امتحان میکنم. تو ساکت باش برجو جون، بذار چشمات حرف بزنه. پاشو را بیفت، عکاسی دارم. برای کاتالوگ باید برم پیش مانکنا. خیلی خوب باشه، پس بیا بریم. استودیو حاضره، ما هم با مدلا میاییم اونجا، همدیگه رو میبینیم مگه نه؟ باشه، یه ساعت دیگه اونجا. باشه، به امید دیدار. همه چی آماده است، من دارم میرم. به نظرم نرو، الکی پولت حروم میشه، اسراف. یعنی چی؟ یعنی اگه اونایی که قرار عکس بگیرن نباشن، بودن عکاس تو استودیو هیچ معنی نداره. چطور این کار کردی؟ سلام، من اویکو هستم. ببخشید عکاسی شما کنسل شد، اما بیاین با هم بریم یه چیزی بخوریم. بفرمایید اینم بلیتتون، بازم منتظرتون هستیم. تو خود شیطانی شیما، شیطان واقعی. سلام، میتونید منو به اتاق 103 وصل کنید؟ ممنونم. یعنی چی؟ امروز صبح رفتن؟ مطمئنید اشتباه نشده؟ بله، مسافر خارجی بودن. بله، اتاق 103. باشه، فهمیدم. خیلی ممنونم. من الان چی کار کنم؟ بام یکم دیگه میترکه. آماده ای؟ آی، من از دیروز آمادم.
بهم رسی؟ خیلی اتفاق بدی افتاده. چی شد؟ مدلا برگشتن. چی؟ چطور ممکنه؟ نمیدونم، صبح پا شدن رفتن دیگه. من چیکار کنم؟ آخه اویکو جون، اسلم خانم اون همه سفارش کرد. خیلی بد شد عزیزم. چی کار میخوای بکنی؟ شما شماره‌شونو دارید؟ من از کجا باید داشته باشم؟ یعنی باید به آژانس زنگ بزنی و چون اونا از خارجم میان اگه خبر نداشته باشن نمیتونی بهشون دسترسی داشته باشی. من بدبخت شدم. اما من واقعا هیچ تقصیری ندارم. دیروز زنگ زدم و باهاشون حرف زدم، هیچ مشکلی نداشتن. همه چی حاضره؟ میری دیگه واسه عکاسی؟ میریم ملکه من. عکاس و استودیو آماده است و هیچ مشکلی وجود نداره. خوبه. اویکو، این چه قیافه ایه؟ مشکلی هست؟ نه هیچ مشکلی نیست اسلم خانم، همه چی حاضره. آفرین، منم میخواستم همینو بشنوم. خب بعد از عکاسی سریع میخوام عکس‌ها رو ببینم. بگید برای منم بفرستم. متوجه شدی؟ اوکی؟ متوجه شدم. دختر تو چی کار کردی؟ نمیدونم، یهو از دهنم پرید. خب برنامه دیگه داری؟ نه اصلا ندارم. قراره شکلات بخوری؟ آخه مگه آدم واسه شکلات خوردن یه روز منتظر میمونه؟ نمیدونم، شاید یه شکلات خاص باشه. نه حدس نزن، داری خودتو خسته میکنی. پس حتما داریم میریم سینما. این چه سورپرایزیه؟ خب چی کار کنم؟ خیلی کنجکاوم. دیگه کنجکاو نباش، چون رسیدی. خونه چی شده؟ الان از روز اول قراره بریم خونتون. واقعا که برجو من همچین آدمیم؟ نیستیم مگه نه؟ واقعا که باشه، چه میدونم یهو وقتی گفتی خونه منم یکم چیز شدم. نمیخواد چیز بشی، بیا برو تو. ای بابا. بیا. امره اومدی پسرم؟ آره منم. بلند نشو. سلامت خودتو باشی. اذیت نکن. ممنون. تو چطوری؟ خدا رو شکر. مهمونم داری؟ سلام. حالتون چطور؟ خوبم. امره دختر خوشگلیه. همینطوره. از محلمونه؟ آره یعنی قدیما، بعدش از اینجا رفتم. بیا اینو بگیر. تو بیا اینجا دخترم، بیا ببینم. بیا نزدیک من بشین. بیا اینجا. تو دختر کی هستی؟ بولند، دختر بولند. پس اینه همون دختره. اسمت چیه؟ من برجو هستم. برجو؟ ای خیلی خوشگلی. وای عزیز دلم، ماشالله بهت. امره داری میبینی چشاش چقدر قشنگه؟ ماشالله دخترم، بیا اینجا بیا. ای برجو، این زن که میبینی تمام زندگی منه. بیرون یه سوالی ازم میکردی، الان هر چی که میخوای بدونی و میتونی از این زن بپرسی. مثلا امره خیلی خوب قهوه درست میکنه یا نه؟ مگه نه؟ عزیز دلم ازم قهوه ترک میخواد، مگه میشه درست نکنم ها؟ زهرا خانم ساده میخوره، تو چی؟ من شیرین میخورم. شیرین مثل خودش. با تأسف میخواستم استعفامو خدمتتون ارائه بدم. من اصلا نمیخواستم اینطوری بشه. من از بچگی شیفته شما بودم. منظورم از بچگی نبود که بخوام بگم شما سنتون زیاده، به هیچ وجه. اشتباه برداشت نکنید. به نظر من خیلی زن جوون و زیبا و قدرتمندی هستین. به هیچ وجه اشتباه برداشت نکنین. واقعا شما شبیه مانکن هستین. واقعا ماشاءالله. نه بابا. اسلم خانم، با علاقه زیاد متاسفانه مجبور به استعفا هستم. چون که
محض رضای خدا داره اعترافشو مینویسه. خب برو رو در رو بهش بگو دیگه. ولی خب جرأتشو نداره. دختر جون، من فکر بهتری دارم. خب اون چیه؟ اگه اون استعفا بده خلاص میشه، به کار ما نمیاد. یعنی تماشا کن. اویکو جون، چی کار میکنی؟ دارم درخواست استعفا مینویسم الجای. من لیاقت این کارو ندارم. ولش کن بدش به من. چی کار داری میکنی؟ برات یه راه حلی دارم. راه حل؟ آیاز؟ دقیقا. مگه اون شبیه مانکنا نیست؟ خب جای مانکنمون اون میاد. خبرش کن بیاد، به جای مانکنا از اون عکس میگیریم. واقعا؟ معلومه اویکو، اصلم عاشق این جور کاراست. تو آیازو حلش کن، من این طرفو راضی میکنم. میگم الجای در از فکر خوبیه ها. عالی میشه. خیلی ازت ممنونم، لطف کردی. پس من برم سریع به آیا زنگ بزنم. منم استدیو رو حلش میکنم، اونجا همو میبینم. باشه اصلم دیوونه میشه. بعد به من میگه شیطان. لطفاً قبول کن آیاز، لطفاً. الان برمیگردم. بله اویکو جان. به کمکت احتیاج دارم. چی شده، خوبی؟ خوبم، ولی تو باید سریع بیای اینجا. من الان تو جلسه‌ام، نمیتونم بیام. باید بیای اینجا وگرنه مامانت منو اخراج میکنه. چی؟ تو واقعا نیروی بدی هستی ها. چطور از پس این کار برمیای و نمیفهم؟ اوف نه آیاز، من فقط بدشانسم. هر کاری بخوای میکنم، هر چی بخوای انجام میدم، اما لطفاً بیا، لطفاً. باشه. فوق‌العاده، خیلی ممنون. یه لحظه یه چیزی بگم. بگو. یه بار دیگه بگو لطفاً. لطفاً. باشه الان را میفتم میام. میبینمت. این بچه رو میبینی؟ صبح تا شب خودشو تو اتاق حبس میکنه و ساز میزنه. من فقط میترسم همسایه ها ناراحت شن، وگرنه من که مشکلی ندارم، اما همش میگه برو از پیشم. تو مسافرت هم که بودیم برامون زد و خون، خیلی خوب بود. خب مگه این با اونایی که تو تلویزیونن چه فرقی داره؟ هیچی به خدا. میخواد معروف بشه، همه دختر عاشق این چیزان. تو هم خوشت میاد مگه نه؟ اما امره هر کاری کنه بهترینشو انجام میده. خب اینو از من به ارث برده. میدونستی منم خیلی خوب آهنگ میخونم، اما تو خواب. آها ببین چی یادم اومد. این وقتی که کوچیک بود همش زیرشو خیس میکرد. من بزرگ جون، هنوزم بعضی وقتا همون کارو میکنه. من نفهمیدم، والا تو ازم تعریف میکنی یا منو با خاک یکسان میکنی؟ خب دختر بیچاره باید بعضی چیزا رو بدونه مگه نه؟ من تا بیشتر از این خجالت زده نشدم برم 2 چایی براتون بیارم. باشه؟ ای بابا. این امره رو میبینی؟ سختی کشید، خیلی روزای سختی رو گذروند. اونم بعد از ماجرای مامان و باباش. اما بچه خوبیه. بزرگ که شد آدم خوبی شد. باورت میشه من خیلی میترسیدم، اما خدا رو شکر پسر خوبی شده. واقعا امره آدم خیلی خوبیه. همینطور. آزارش به هیچ کس نمیرسه. سرش تو کار خودش، تو حال خودش میره سر کار و برمیگرده. دیدی بعضی وقت بد نگاه میکنه. برعکس اون نگاهش یه قلب مهربون داره، فقط قیافش غلط اندازه. اما الان چند وقت خوش اخلاق شده. من میفهمم. دخترم تو منتظرش بمون باشه. من درک میکنم. منتظرش باش. معلومه که منتظر میمونم، چرا نمونم؟ تو چه دختر خوبی هستی یا؟ اسمت چیه؟ ها؟ من برجو. چه اسم قشنگی داری؟ دختر کی هستی؟ دختر بلند؟ چه تصادفی؟ یعنی هم محلی ما هستی؟ بله، اما بعدش اسباب کشی کرد. چایی رو دم کردم. 10 دقیقه دیگه چایمون حاضره. خب بگو ببینم مامان بزرگ، چیه؟ چرا داروهاتو نخوردی؟ والا همشون همونجوری تو آشپزخونه مونده. والا میخورم. اونا رو تازه آوردن. مگه دارم دروغ میگم؟
ببین اون چشای خوشگلش چجوری داره به مادر بزرگش نگاه میکنه. چشم خوشگل من. چی شده؟ باز این عجله برای چیه؟ تو رو تعریف میکنم را بیفت دیرمون میشه. همش تو استرس. را بیفت. چه میتونیم شروع کنیم؟ خیلی دیر شده. دارن میرسن. یکم دیگه شروع میکنیم. اومدن دیگه. آیا سریع حاضر شو، عجله داری؟ چه خبره؟ ببین امروز صبح قرار بود عکاسی داشته باشیم، اما مدل‌ها یهو غیبشون زد. یعنی یا من از کار اخراج میشم یا تو قهرمان من میشی و کار مانکنو میکنی. به طور خلاصه اینه. عمرن این کارو نمیکنم. دختر من از مانکن بودم چه میفهمم؟ آیاز لطفاً. این کاری نیست که با لطفاً گفتم بشه انجام دادا. چی شد؟ مگه رفیق نبودیم؟ مگه ما اون موضوع رو نبسته بودیم؟ الان وقتی کارت گیره نمیتونی دوباره بازش کنی ها؟ خودم بستم خودم باز میکنم. ما رفیقیم دیگه. رفقا برای همدیگه هر کاری میکنن. اما من مانکن نمیشم. میکنم بابا، مگه چی میشه؟ ببین بهت قول میدم زیاد طول نمیکشه. الان زندگی شغلی من تو دست توئه. تو رو خدا. باشه بلای جونم. حتما میخواستی بگی بلای شیرین. عالیه. حالا که اینو حلش کردیم، یه مدل زنم باید داشته باشیم. وای من اونو کلا فراموش کرده بودم. چی کار کنم؟ این کارو میکنی. من؟ داری چی کار میکنی؟ صبح با آیکو امتحان کردم. دیدم که شد. یعنی بدون اینکه با هم دیگه حرف بزنیم حرفمو میفهمم. الان ببین، دارم با چشمام سعی میکنم یه چیزی رو بهت بفهمونم. خب حدسشو بزن. باشه ببینم. امروز روز خیلی خوبی بود. آره درسته. دیگه تشکر میکنم ازت. منم. اما یه چیز دیگه هم هست. یه مادر بزرگ با مزه دارم مگه نه؟ قطعاً. خیلی خوبه. خب آخرین چیز؟ منم خیلی خوشحالم. وای واقعا به درد خورد. خب اگه آماده اید شروع کنیم. عزیزم
اسم این کاتالوگ ما عشقه، رفاقت که نیست. باشه، برای همین باید عکسای صمیمی‌تر ازشون بگیری. عشقو نشون بده. عشق. باشه، حلش میکنم. دوتاتونم مثل دیوونه ها عاشق نه بابا، این از کجا در آوردی؟ چشماتون از عشق زیاد کور شده. نمیتونید به هم اعتراف کنید. میگم همچین چیزی نیست. متوجهم، اما باید اینجوری دیده بشه. آها. مثل کارکنای کبابی جسم میگیرین. این عکس‌ها باید عشق رو نشون بده. توی جفتتون یه حجب و حیایی وجود داره. اونو از بین ببرید. خجالت وجود داره و همزمان هم باهاش شهوت هم هست. یعنی هم میخوای مثل دیوونا همدیگه رو بغل کنید، هم پشتتون رو کنید و به هم فرار کنید. من دقیقاً وسط همچین چیزی رو میخوام. ما به این میگیم عشق. الانم بهم بگید که چیزی که میخوام و بهم میدین؟ آره ما اون نقشو بازی میکنیم، مشکلی نیست. دقیقاً. البته یکم سخته ولی ما حلش میکنیم. خب اون انرژی رو ازتون گرفتم. شما میتونید شروع کنید. سو سو دخترم بیا اینجا ببینم دخترم. نه بابا این نمیشه، به درد نمیخوره. باشه فوشیا ها. نه بابا. خب غزل خوبه ها؟ غزل اگه میخوای برات بخونم. واقعا که عشقم تو متوجه نیستی ها. اول باید بچه رو درست کنیم، بعدش دنبال اسمش بگردیم. وای تمومه، همین تمومه. اسمش باشه پلینای. به اسمش آلرژی دارم، عمرن نمیشه. اسمش بشه گلناز، بزرگ شد بشه مثل من. ای خدا نکنه. آها همینه، به خدا پیداش کردم. اسمش باشه رنگ. کدوم رنگ؟ یعنی به طور کلی رنگ. کلن هم خوشم نیومد از این اسم. عزیزم از کجا میدونی که دختر میشه؟ شاید یه پسر بشه مثل شیر. من خودم ردیفش میکنم عزیز دلم، تو نگران نباش. چطوری میخوای ردیفش کنی؟ من یه زنگ به عزلم بزنم، از اونم نظرشو بپرسم. آره یه زنگ به عزلم بزنم. اوف بابا اوف. داداش من یه اسم پیدا کردم. چه اسمی بابا؟ آخه من آماده بابا شدن هستم. من هنوز آمادگیشو ندارم. اوف. Sor bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne. Ben sevemem kimseyi senin yerine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Kalbinin istediğini almak nasip olmadı. Kalbinin istediğini almak nasip olmadı. خب آخرین مدل. ازتون آخرین نگاهو میخوام. برگردین به هم نگاه کنید. Aşkta yatır gibisin خب تموم شد.
Gel bu gece sakın تموم شد. تموم شد؟ خیلی وقته. ما عکس‌ها رو ردیف میکنیم و بررسی میکنیم، بعدش فکر میکنیم و بهتون خبر میدیم. باشه پس من براتون میفرستم. بهتون تبریک میگم. همکاری خیلی خوبی بود. آخر هفته میخوام اینجا تمیزکاری بشه و پرونده ها طبق تاریخش دسته‌بندی بشه و این کارا هم خودت انجام میدی. مشکلی که نیست نه؟ نه اسلم خانم معلومه که نیست. اینجوری بهتر میتونیم پرونده ای که میخوایم و پیدا کنیم. اطرافمون شبیه آشغالدونی شده. تو باید اینا رو نظم بدی دختر. ببخشید من باید اینو جواب بدم. الو باشه گفتی ساعت 2 بعد از ظهر. باشه من الان سر کارم برگشتنی میام. باشه الان باید قطع کنم. رابطت با مته چطوره؟ همه چیز رو به راهه؟ خوبه هیچ مشکلی نیست. آفرین. مته پسر خوبیه، اونو ناراحت نکن. بله میدونم ناراحتش نمی کنم. ایشالله عصبانی نشه. فکر نمی کنم، برعکس خوششم میاد. امیدوارم حق با تو باشه اولجای، چون این برای من خیلی مهمه. میدونم، مگه میشه ندونم. ملکه عکس آماده است. بیارید ببینم. مدلای واقعی کجان؟ چیزه اونا امروز صبح برگشتن. چراشو نمیدونم، یعنی خبر نداشتم. بفرمایید. اینم درخواست استعفا. حق با شماست. از پسش بر نیومدم. الان برید بیرون از اتاقم. یعنی من الان اخراج نشدم؟ تا نظرم عوض نشده همتون از اتاق برید بیرون. قشنگ شده. آفرین. اخراج نشدم. زنده باد. اولجای خیلی ازت ممنونم، تو زندگیمو نجات دادی. باشه برو عقب دیگه. باشه من دارم میرم کار دارم. وایسا ببینم. شیما آیاز ولی یوسف مته خیلی ببخشید مزاحمت میشم، ولی یه موردی هست. چی شده؟ تو سخترت یکم قبل اومد هتل. چی؟ با کی اومد؟ تنها بود؟ تنها بود داره. باشه سریع میام. عصبانی که نشدی مامان؟ نه میگم وقتی همچین استعدادی داری ما چرا ازت استفاده نمی کنیم؟ نه مامان، مدل بودن اصلا به من نمیاد. ولی کارت خیلی حرفه‌ای در اومده. نکنه چون اویکو هست ها؟
نه بابا چه ربطی داره؟ چیکار کنم از بعد تولد استعداد دارم. یکم پیش اینجوری نمیگفتی یا؟ تو بحثو عوض کن. باشه بگذاریم با هم غذا بخوریم. منو از خونه برداری بریم. آره باشه حتما میام دنباله. ولی دیگه این از کجا اومد؟ خیر باشه. خیره. خب دیگه میبوسمت عزیزم. پسر مانکن من. ای بابا اینجوری نگو ماما. فعلا عزیزم. میبینمت. شیما بازم کار شیما. مته خواهش میکنم اینجوری نکن. آها خیلی هم عالی. الان من شدم مقصر؟ آره شیما بهم جواب بده، اون تو با کی بودی ها؟ ببینم تو چی میخوای بگی. رو راست حرف بزن. دیروز یادت یه چیزی ازم پرسیده بودی؟ جوابش الان بهت بدم. بهت اعتماد ندارم، فهمیدی؟ اعتماد ندارم. بگیر چک کن ببین من چرا اومدم اینجا. ببین اون بالا یه رستوران خیلی قشنگی بود. فکر کردم واسه عروسیمون خیلی قشنگه. اینجا میخواستم سورپرایزت کنم. سورپرایز. تموم شد متر. بابا جون مگه قرار نبود ما خانوادگی که غذا بخوریم؟ تعداد زیاد باشه بهتره. پس حداقل سفارش بدی، من خیلی گرسنمه. صبر کن یه چند نفر دیگه هم میان. ای بابا چی شده پسرم؟ خیلی نتونستم خوب بخوابم. غذا رو بخورم سری میرم خونه. یه کمی خستم. باشه فقط خوب باش. قرار نبود تنها باشیم؟ اینجا که غریبه نیست. خواهش میکنم یه لبخند بزن. انگار همه اومدن مراسم ختم. بابا تو هم آخه چی شده پسرم؟ واسه آشتی کردنم با آیاز منو اینجا کشوندی؟ مگه شما قهر بودین؟ من خبر نداشتم که. خوش اومدین نازلم خانم. خوش اومدین. ممنونم. بیا دخترم تو مگه مغز خر خوردی؟ یعنی چی که انگشتر رو پس دادم؟ آخه مگه تو احمقی؟ الان میخوای از کجا پسر دست گلی مثل اون پیدا کنی؟ نگران نباش مامان برمیگرده. همشون برمیگرده. ببینم یعنی فوشیا یا بوا به نظرتون کدوم یکی؟ اون دیگه چی؟ اسم من نفهمیدم. ببین بالاخره یکی پیدا شد که همزبون منه. خیلی ممنونم ازت برج جون. چه فوشیایی چه بویا. خیلی با اجازهتون من میخوام یه صحبتی بکنم. اولا فوشیا اسم قشنگی نیست. ولی اینو نمیخواستم بگم. در اصل چیزی که میخوام بگم یه چیز دیگه است. اون چیز دیگه رو چجوری الان میگم. من و عزلم با همیم.
چه خبر باحالی نه؟ واقعا خیلی خوشحال شدیم. بابا راستش من بابا از آقا آیاز اجازه گرفتین؟ میخواستم بگم که من راستش وقتی با مامانم حرف میزنم آقا آیاز باید رابطه رو تایید کنم وگرنه نمیشه. جدی میگی؟ واقعا میخوای اینجا حرفشو بزنیم؟ من کاری نکردم. اونی که سرش تو هر سوراخی میکنه تو تویی. حرف دلتو بزن ببینم. دیگه چقدر راحت حرفمو بزنم شریک؟ ها؟ به نظرم خیلی دارم واضح میگم. مته چرت نگو، بشین سر جات. آیاز چه خبره؟ آره آیاز حرف بزن. دیگه شاید هم بابای من واسه مامان تو به اندازه کافی مناسب نیست ها؟ شاید عجولانه تصمیم گرفتم. زود باش حرف بزن، رابطه اینا رو هم خراب کن. زود باش. مته این چه طرز حرف زدنه؟ داداش میشه یکم آروم باشی لطفا؟ بچه الان جاش نیست، بعدن حرف بزنیم. پسر تو حواست سر جاش نیست. آره سر جاش نیست چون که منو به شک انداختی. متوجه یا نه؟ من واسه خودت این کارو کردم. هر کاری کردم واسه خوبی خودت. نمیخوام شریک، فهمیدی؟ نمیخوام. خوبی بدی هرچی هست واسه خودت نگه دار. مته بسه. اگه خوبی منو خواستی، من چرا تو این حالم آیاز؟ ها؟ چرا حال من اینه؟ خودم بهت میگم. چون که تو یه آدم خودخواهی که فقط به خوشحالی خودش فکر میکنه. فهمیدی یا نه؟ خودخواهی. مته پسرم آروم باش. خیلی حیفه. واقعا خیلی حیفه. آره حیفه. خیلی حیفه. اشتباه از من بوده اصلا. هنوز داره حرف میزنه مرتیکه. ببین هنوز داری زرزر میکنه. زده رابطه‌مو خراب کردی. آروم باش. قشنگ شد این دو تا بچه. بعدن حرف میزنیم، الان جاش نیست. با امره چطور گذشت کنجکاوم بدونم. عزیزم اینجا قیامت به پا شدی. چطور؟ مگه تو کجایی؟ بابام و آبجو اصلا با هم دیگه رابطه دارن. چی؟ ببین الان سری خلاصش میکنم چون اصلا وقت ندارم. تازه داداشم و آیزم با هم دیگه الان دعوا کردن. بازم؟ آیاز چطوره؟ پاشد رفت. ما هم اینجا داریم سعی میکنیم داداشم رو آروم کنیم همینطوری. خب کجا رفته؟ آیه نمیدونم. پشت کرد رفت دیگه نمیدونم. الو. باشه برجو. بعدن حرف میزنیم. بیا پسرم. باشه بابا باشه، من خوبم. باشه. ولی زیاده روی کردی مته، دل آیازو شکوندی. شکستم. خب شکستم، دل اونو شکستم، دل شیمارم شکستم، شمارم همینطور. ولی یه بار بر نمیگردیم بپرسین تو چطوری مته جون ها؟ دل تو شکستم آره، واسه همونم از همتون دونه دونه عذرخواهی میکنم. ببخشید. شیما جون چای بابا تموم شده، برو براش بیار. روشن بریز روشن، همش تیره میریزی. من باز میکنم. این مونده پیش من. اومدم با خانوادت آشنا بشم اگه وقت دارین. بیا.
آیاز خوبی؟ من کنارتم. خیلی ممنون. همه چی درست میشه. فکر نکنم. دقیقا همینجوری شد. نفهمیدم. من قبلا اینجا رو تو خواب دیدم. تو هم بودی. جدی میگی؟ آره، با هم بودیم. من واقعا اینجا بودم. بعد از دعوام با مته همینجا نشسته بودم. آیاز تو چی دیدی؟ اینجا نشسته بودی، ناراحت بودی، بعدش پا شدی. بهت زنگ زده بودم ولی تو جواب ندادی. چون اومدم اینجا، یعنی تو خوابم. بعدش چی شد؟ بعدش گفتم کنارتم، همه چی درست میشه. دقیقا همین جوری که الان گفتم. بعدش چی شد؟ بعدش بعدش